جنگ. اما در سمت قرمز میدون جمهوری اسلامی ایران قرار داره که دکترین نظامیشو بعد از تجربه جنگ 12 روزه کاملا تغییر داده. ایران از دکترین دفاع نامتقارن به دکترین بازدارندگی تهاجمی شیفت کرده. حالا این یعنی چی؟ یعنی دیگه منتظر نمیمونه تا ضربه بخوره. طبق گزارش‌های اطلاعاتی که منتشر شده، ایران تمام سواحل خلیج فارس از آبادان تا چابهار رو تبدیل به یه دژ موشکی کرده. ما داریم درباره شهرهای موشکی زیرزمینی صحبت می‌کنیم که توی عمق 500 متری کوههای زاگرس حفر شدن. ستاره این میدون برای ایران موشک بالستیک خرمشهر 4، موشکی با سوخت مایع که میتونه کلاهکی به وزن 1500 کیلوگرم و تا 2000 کیلومتر حمل کنه. این یعنی تمام پایگاه‌های آمریکا که اسم بردیم در تیررس مستقیمن. نکته عجیب‌تر رونمایی ایران از ناوهای پهپادبر مثل شهید باقریه. اینا کشتی‌های کانتینربر تغییر کاربری داده